مردم الان تو این شرایط اقتصادی، تو این شرایط مالی، صبح میخوابین دلار سر 10 تومن، شب پا میشین سر 50 تومن. بعد یه دلغک رو میذارن تو تلویزیون، یه صحبت از بنزین بکن، مثلا یه صحبت از مردم پول ندارن، نون ندارن بخورن، بیا این صحبتو بکن. رفتی تو تلویزیون دلغک بازی در میاری واسه من؟ دلغک. آدمی که عادت به رفتارهای اجتماعی در جامعه خودش به عنوان یک انسان پاک داشته باشه پلیس نمیشه. راجع فوتبال صحبت می‌کنیم، یه بازی استرالیا نبود که توی چی نبیشی تو زندگی. بعد میراجع فوتبالیستا حرف میزنی، خودشیرینی می‌کنی که 4 نفر ببیننت. من از صدا سیما خواهش می‌کنم امثالشون رو تو تلویزیون راه ندن. خیابانی رو هر کی میخواد باشه ایشون. گفتن که کل آدم خوب شاید فوتبالیستا بی‌احترامی کرده، به کل خانواده فوتبالیستا بی‌احترامی کرده. این به نظر من دلغکه. این دلغکی رو ندیم، واسه دلغکی آوردنش. واسه افکار عمومی یه راجع به نداشتهای مردم صحبت کن. رسانه‌ای ملی رو میگیری راجع به فوتبالیستا، خانواده فوتبالیستا صحبت می‌کنی. هر چی کرده نثار خود خانواده‌اش. من از خانواده‌اش خواهش می‌کنم راه ندم بیاد تلویزیون. من از خانواده‌اش می‌خوام اینو نذارن بیاد تلویزیون. واقعا داره آبروی همه رو میبره.